استاد تعویض از تعوض گرفته شده به معنای پناه گرفتن است. عقیده ما شما همیست که در کل امور به الله پناه بریم. رسول ما صلی الله علیه و سلم در روشنی نص قرآنی همین آیتی که من در نماز خواندم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، در حدیث بسیار زیاد آمده که پیغمبر علیه السلام رقیه کرده، دم کرده، هم به قرآن دم کرده و هم به ادعیه معصوری که از پیغمبر علیه السلام داریم. بر ما در اذکار صبح و شام یک بعد از این به معرفی گرفته است. بنابراین دم کردن چی است؟ از سنن رسول علیه السلام. ما انزل الله من داء الا و انزل معه الدواء. همیشه یک مرض که پیدا میشه دوا حتما دارد. دو چیز است که دوا ندارد: ریسفید شدن، مرگ. این دو چیز پیغمبر استثناء کرده. دیگه هر مرضی که در دنیا پیدا میشه تفحص بکو، دوایش هم پیدا میکنی. دوا یکیش رقیه است، یعنی از شر از این مرض پناه گرفتن به اسما و صفات الهی و این جواز داره. هیچ کس بریز حرام گفته نمیتوند. خب حالا ببینیم که نوشته از این آیات و از این ادعیه معصور چطور است. سند داریم از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه و ارضاه که برای فرزندش نوشته کرده و در گلونش بود، یعنی او نمیتونست که بگوید، بنان به خاطر صیانت و حفظ از این کار حضرت عبدالله کرده. این که در اصول فقه ما بحث دیگه داریم که صحابه عملش آیا اتباعش لازمی است غیر لازمی، بحث دیگری است. بنان در این اختلاف است که نوشته شو و نشو، ولی در دم کردن خود هیچ اختلافی نیست. چیزی که ما مخالفش هستیم، علما مخالفش است، و سحر است. این انتر بنتر گفتن است، این تو جدولک است، این حی که نوشته میکنه، یک چتیات نوشته میکنن، اینا رواست، این حرام است و این ما وارد میکنه سحر. این با سحر است و سحر مراتب خود داره که اقلش فسق است، اقلش فسق است. و پیامبر علیه السلام میفرماید اگر شما با ساحر رفتین و تاییدش کردین دیگه ایمان بهتون نمانده. این مرغ سیاه بیار، مرغ سواد بیار، ایف بیار، ایف بیار. این چیز هست که ما با اون مخالفت میکنیم. با اصل دم کردن هیچ و احناف ما تعبیر کنندهش هستیم، ابداً با خرافات اجازه نداره. این تهمت است به احناف که احناف اتو میکنه. احناف یک مذهب جاهل نیست، یک مذهب است که بیش از 1200 سال بر بیش از نیم کره زمین حکومت کرده است. فقها و دانشمندای دارند که هر کدامشان مجتهد هستند. چطور می شود که یک نفر بخیزه و سر این مذهب بسیار بزرگ و عظیم نقد بکنه؟ این دلیل بر جهلشان است، دلیل بر جهلشان است و من میفهم که این کار علمی نیست. خب یکی حنفی نماهاست، صحیح شد که خود به حناف میچسبانه در حالی که نه علمشان داره، نه تعبیرش داره، نه مطالعه داره. اون کار جداگانه است خود دیگه. ولی خود نمیشود که احنافی که در نماز آمین میگه نگو بلند. دقیق شدین؟ زیاد رفع الیدین را نمی کنن. در پهلوی دلایل یک دلیلش میگه وقار و سکینه است. او حنفی که تو میگه او اجازه از این میده که قرتک بزنده نماز در مسجد هاو و هو کرده برو؟ چطور میشه و حنفی تو یک جواز بده؟ ولی تهمت زدن از بر احناف. چطور حنفی که میگه آمین بلند نگو، او باز راست بکره بر تو میگه که خدایا بر تو نوازانده. صحیح شدی؟ چطور میشه حنفی تو گپ بزنه؟